بیاید یه نگاهی به لورج بندازیم. وقتی صحبت از این ابزار میشه همه یاد سودهای بزرگ میافتن. اما حواست باشه این سکه دو رو داره. در واقع لورج به شما این امکانو میده که با مقدار کمی سرمایه حجم معاملاتتون رو افزایش بدید. مثلا اگه $500 سرمایه داشته باشید و از لورج 1 به 50 استفاده کنید، میتونید معامله معادل $25000 انجام بدید. این امکان به شما اجازه میده که نه تنها سود بیشتر داشته باشین، بلکه در صورت اشتباه ضررتون هم به همون میزان بزرگ میشه. همونطور که قدرت خریدتون رو افزایش میده، میزان ضررتون هم زیاد میکنه. برای اینکه لورج به نفع شما عمل کنه، باید مدیریت ریسک رو جدی بگیرید. تعیین تیک پروفیت و استاپ لاس باعث میشه که از ضررهای غیرقابل جبران جلوگیری بشه. در بازارهای پرنوسان حتی یه تصمیم اشتباه میتونه کل سرمایه‌تو از بین ببره. درک درست از لورج و استفاده از اون تو موقعیت مناسب کلید موفقیت تریدینگه. لورج به شما کمک میکنه تا با حجم معاملات بالاتر سود بیشتری داشته باشید، اما فراموش نکنید که استفاده از اون باید با دقت و استراتژی درست همراه باشه. حالا نظر شما چیه؟ تجربه شما از لورج چطور بود؟ تو کامنت ها بهم بگید.